سلام رفقای عزیز، امیدوارم که حالتون حسابی خوب باشه. امروز اومدم سراغ یه ماشین خیلی خاص و پرطرفدار، مخصوصا بین جوونا، پژو 206. البته این یه 206 معمولی نیست و کامل دستخوش یه سری تغییرات شده که جز به جزش رو بهتون توضیح میدم. ماشین شایان عزیز متعلق به مجموعه VIP وکس. بریم در مورد توضیحات این ماشین. ببینید کلا 206 RC کلی آپشن داره که تمام این آپشن ها حالا تو تیپ بندی های مختلف توسط اون زمان حالا فرانسه روی این ماشین اعمال شده و حالا طراحی و ساخته شده، ولی خب در واقع این میشه گفت فول ترین 206 RC که با موتور RC من توی ایران دیدم و تمام این دیتیلی که شما میبینید در ادامه این ویدیو حاصل کلی زحمت و هزینه است و واقعا تبدیلش میکنه به یه ماشین فوق‌العاده جذاب که بعد از گذشت این همه سال هنوزم بین جوونا جذابیت داره و هنوزم کلی طرفدار داره. مثلا همین چراغ‌های سونار جلو اورجینال هستن، قیمت‌های اینا واقعا بالا. میبینید که دیتیلش رو شما ببینید، ساخت ولئو هستش که یه شرکت فرانسوی، سپر آرسی، گلگیرهای آرسی که میبینید پهنای بیشتری، در واقع باد بیشتری توی گلیل هست، رینگ های پیتلان اورجینالی که روی این ماشین نصب شده، کالیپرهای ترمز و دیسکی که مخصوص مدل آرسی هستش، سپر جلوی آرسی و در این قسمت برفاکن به اصطلاح فرمون راستی که حالا آپشن خودش که با توجه به این بازویی که داره شیشه رو با قطر بیشتری تمیز میکنه، چون میدونید شیشه 206 خیلی حالت کشیده ای داره. آینه های تاشوی برقی که روش فیبر کربن هستش و در نمای جانبی میبینید که گلگیرها، در واقع گل پخش کنهای اورجینالی که روی ماشین هست، درب باک آرسی، تمام اینا آپشنایی هست که حالا قیمتاشو شما چک کنید متوجه میشید که چه قیمتای بالایی دارن. چراغ‌های هلای عقب رو میبینید، هوک اورجینالی که داره، سر اگزوزهای مربوط به مدل آرسی و تک تک اینها میشه گفت دیتیلیه که باعث جذابیت ماشین میشه و اونو خیلی خاص میکنه. در این قسمت بالای عقب آرسی رو داریم، آنتن آرسی، این راکروفی که حالا باز مدل اورجینالش قیمت خیلی بالایی داره، میبینید مربوط به خود پژوئه که جالب، قفل هم داره، یعنی قابل دزدیدن نیستش. بعد در نمای عقب این قسمت هم بهتون نشون بدم، جالبه. صندوق عقب ماشین رو که بالا بدید، این پرده عقب، اینا همه چیزایی که توسط مالک خوش سلیقش روش نصب شده. این قسمتی که در واقع به عنوان نگهدارنده لوازمتون استفاده میشه، جعبه کمک‌های اولیه، سیستم صوتی که آمپلیفایرش اونجا قرار داره، تمام اینها میشن اون آپشن ها و در واقع امکاناتی که پژو برای این ماشین در نظر گرفته و میتونید توی مدل های آرسی فابریک ببینید. شما دیتیل جذاب این رینگو ببینید، این سر والفی که روش نصب شده یا این کاپ در واقع ردلاینی که داره، میگم دیسکا و کالیپری که مربوط به مدل آرسی هستش کاملا عوض شده. بریم سراغ نمای داخلیش که کلی آپشن هم اونجا هست بهتون توضیح بدم. واقعا برای ماشین وقت و هزینه خیلی زیادی صرف شده. صندلی‌های آرسی فابریکی که میبینید که ایربگ های جانبی رو داره. در این قسمت سیستم صوتی ماشین رو داریم و از همه مهمتر دکمه ESP که حالا در موردش بیشتر براتون توضیح میدم. داخل ماشین بشینیم. نمای داخلیش که واقعا اسپورت و جذاب شده. اینجا یه عقربه در واقع دورشمار داریم که خیلی فرم اسپورت و خفنی داده به ماشین و اینم دکمه ESP یا سیستم کنترل پایداریه که به صورت فابریک میشه روی 206 های البته مدل 90 به پایین نصب و تمامی این آپشن ها روی مدل های 90 به پایین قابل نصب. این نکته خیلی مهمیه که من باید بهتون بگم. اینجا پشت آمپر در واقع عقربه 250 تایی رو داریم که خود این صفحه کیلومتر قیمت خیلی بالایی داره در حال حاضر. فرمون فابریک RCZ رو داریم که دیکات هم هستش، خیلی فرمون خوش دست و خوشگلیه. ترکیب جی رو در واقع چرم، این قسمتش هم یه قسمت آلومینیومیه که مربوط به نوشته RCZ هست. تایپ C رو داریم روی این ماشین. دست دنده فابریک پژو 508 رو داریم. اینجا خروجی برق 12 ولت، آینه تاشو برقی فابریک
کلیدهای شیشه بالا و صندلی‌های فابریک مدل RC که باز ترکیب چرم و جیر و دوخت قرمز خیلی خوشگلش کرده. استارت بزنیم ماشین رو. موتور پرقدرت و فابریک RC روشن میشه. اینجا تایپ C رو داریم که یه سری اطلاعات خیلی کامل و جامعی همیشه در اختیار شما میذاره. مثلا کامپیوتر سفری داره، مقدار مصرف سوخت، همه اینا رو میتونید اینجا ببینید. هر آلارم یا خطایی ماشین داشته باشه، مثلا من درب ماشین رو باز کنم، اینجا به شما نمایش داده میشه. مثلا سیستم ESP رو اگه غیر فعال کنم میبینید زده ESP سیستم دی اکتیویت. همه آلارمایی که مربوط به این ماشینه اینجا به شما نشون داده میشه. حالا سیستم ESP هم که میبینید اینجا مشخصه توی این پشت آمپر که با این دکمه فعال و غیر فعال میشه. نکات جالب دیگه ای که این ماشین داره سیستم صوتی کیمبودشه که واقعا کیفیت پخش بی‌نظیری داره. این جالیوانی، تمام اینا چیزایی که توسط خود مالک و دونه دونه برای این ماشین انتخاب و نصب شده. مثلا درب داشبورد قفلداری که هست، یا همین جیری که تمام قسمت کابین کار شده. این قسمت آینه فوتوکرومیک فابریک این ماشین رو داریم که با تابش نور زیاد خودش تیره میشه، و سقف سانروفی که باز میگم برای این ماشین به صورت فابریک نصب شده. من نشونتون بدم که به این شکل باز میشه و دندان خودش واقعا جالبه. دکمه ها همگی فابریک هستن و میگم همین دیتیل خیلی اینو جذاب میکنه که این روکشش هم به این شکل بسته میشه. کاملا سقف جیر شده که ترکیبش با جیر پایین و این ستونهای فابریک ماشین خیلی جذابش کرده. ساید ایربگ رو دارید، هم ایربگ های صندلی هم ایربگ پرده‌ای روی این ماشین نصب شده. یعنی در مجموع 6 ایربگ داره که دیگه ایمنی این ماشین هم از این نظر تکمیله. میدونید تو تستای تصادف اون سالها 2 ستاره ایمنی تونسته کسب کنه. چند تا نکته جالب که در مورد این ماشین هست که حالا احتمالاً خیلیاتون بدونید، آپشن های خیلی زیاد این ماشین که همشون قابل فعال شدنه. یعنی شما میتونید همه اینا رو روی مدل های 90 به پایین فعال کنید. اینجا یه دونه آرمرست دارید که میتونید داخلش هم لوازمتون رو بذارید. 2 تا کاپ هولدر هم داره که وقتی تا انتها باز کنید برای سرنشینان عقب قابل استفاده هستش. پشت سری‌های مربوط به مدل RC رو داریم اینجا. مثلا این ماشین توی مؤسسه یورو انکپ 2 ستاره ایمنی اون زمان گرفته. یه نکته جالبی که در مورد طراحی موتور این ماشین هستش اینه که موقع تصادف خدای نکرده دست موتورها جوری طراحی شده که موتور به زیر ماشین بره و داخل اتاق و به پای سرنشینان آسیب نزنه، که خب اون زمان خیلی نکته جالب و حائز اهمیتی بوده در ایمنی و طراحی. سنسورهای نور و بارون رو داریم که این پشت تعبیه شده که با زدن دکمه برفاکن 1 بار به سمت بالا فعال میشه و میتونید ازش استفاده کنید. سنسور نور هم روی حالت خاموش که بذارید با این دکمه ای که اینجا هست میتونید در حالت در واقع سویچ باز، ببینید سویچ ماشین باید آن باشه، با نگه داشتن این دکمه میتونید سنسور بارون و نور رو فعال و غیر فعال کنید به این شکلی که میبینید. این هم که برای سنسور در واقع برفاکن ماشین است. اون چیز جالبی که بهتون گفتم در مورد فرمون برفاکن سمت راستی اینه، ببینید چون شیشش خیلی کشیده است تا بالا میره. این حالت رو من روی مدل های BMW دیدم، خیلی جالبه. بریم سراغ موتورش هم بهتون نشون بدم. قبل از موتور نمای عقبش هم ببینید نکته خاصی نداره. همیشه مشکل بوده که 206 چقدر ردیف عقبش جای پاش کمه و خب یه واقعیتیه که این ماشین در واقع نسخه 2 دربش خب خیلی پرطرفدارتره، یا همون کوپش در واقع. سقف سانروفش رو میبینید تماما جیر. اینم ایربگ های جانبیه که توی صندلی تعبیه شده دیگه، که خدای نکرده در زمان تصادف از نمای بغل به کمک شما میاد. سقفش هم از نمای بالا ببینید که به این شکل به صورت شیشه‌ای باز میشه. در مورد دیتیل بخوایم صحبت کنیم، واقعا 206 و آپشن ها و تیونینگش پایان نداره. به هر حال ماشینی که خیلی جوان پسنده، هنوز رخ و قیافه خوبی داره و هنوز همه دوستش دارن. به خاطر همین خب خیلی‌ها
بهش میرسن، دوستان این آپشن ها رو براش تهیه کنن. متاسفانه قیمتاش هم وحشتناک رفته بالا، یعنی همین ماشینی که من میگم شاید 300-400 میلیون فقط هزینه های جانبی بوده که بجز هزینه و قیمت خود ماشین روش انجام شده. فقط بریم حالا سراغ موتورش. بریم سراغ قسمت هیجان انگیز ماجرا، یعنی قلب تپنده این هیولا. موتور RC کاملا فابریکی که برای این ماشین تهیه شده. تنها تغییری که داخل این موتور داده شده کیت مکش کیننیه که روش نصب شده. در مورد موتور RC بخوام بگم حد اکثر 178 اسب بخار قدرت تولید میکنه. این موتور با کد EW10 شناخته میشه و 200 نیوتن متر هم حد اکثر قدرت گشت‌آوریش. 2 لیتر 16 سوپاپ هستش. جالبه که بلوک موتورش هم آلومینیومی هست و شتاب 0 تا 100 هم حدود 7.5 ثانیه است با این موتور و این وزنی که داره. ولی قابلیت تیون خیلی بالایی داره این موتور، یعنی بوده که شرکت‌هایی در خارج از ایران حتی 500 اسب هم از این ماشین گرفتن. با این موتور میتونید توربو روش نصب کنید یا خیلی تغییرات دیگه میشه روش داده، از جمله تغییرات نرم افزاری روی ECU و خیلی چیزای دیگه. نکته جالبی هم که داره کلا موتور یه زاویه‌ای داره وقتی سر جای خودش قرار می‌گیره. گیربکس همون جای قبلی خودش هست و مثلا پمپ هیدرولیک هم روی همون زاویه نصب شده که جالبه. دست موتورها همه چی خیلی فابریک سر جای خودش میشینه. در واقع مخزن آب خنک کننده رادیاتور اینجا منتقل شده و بقیه چیزاش عین 206 های تیپ 5 که خودمون داریم. این قسمت سیستم ترمز ماشین رو داریم که مربوط به ESP است که در واقع سیستم ABS و اینا هم کامل توی این قرار داره. بوستر ترمز هم اونجاست که دسترسی به روغن ترمز هم دارید و باتری ماشین و استرس باری که روش نصب شده و واقعا همین تمیزی موتور رو آدم میبینه لذت میبره. حالا جزئیاتش هم ببینید. حالا فکر کنید شما این موتور رو اگه تقویت کنید دیگه چقدر قدرت میتونید ازش بگیرید. گفتم یه دوری هم در نهایت دور ماشین بزنیم ببینیم چیزی رو از قلم ننداخته باشیم. اونقدر آپشن داره که واقعا من پیش خودم گفتم چیزی رو از قلم ننداخته باشم. خیلی خوشگله، مخصوصا رنگ نقره‌ایش با این رینگا واقعا جذاب شده. اون راکروفا خیلی رخ زیبایی به ماشین میده و چراغ‌های بسیار زیبا، اون ریش سپری که پایین سپر قرار گرفته و تمامی اینا همون دیتیلیه که من میگم. این لوگو باحال پژو رو ببینید اینجا و مثلا این قابایی که دور مهشکن قرار گرفته، همه اینا به جذابیت این ماشین افزوده. یه نکته ای هم که بهتون بگم که خوب شد الان یادم افتاد در مورد سیستم تعلیق این ماشین 206. خب در عقب یه ضعفی که داره اکسل عقبش هست. میبینید که این ضعف با اکسل RC کاملا رفع میشه و اگر مشخص باشه 2 تا بازویی داره که نصب میشه به در واقع اکسل عقب و باعث میشه تعادل ماشین خیلی بالا بره. این بازویی هایی که خدمتتون گفتم با در واقع سیستم ESP باعث میشه هندلینگ فوق العاده ای تو سرعت های بالا داشته باشه این ماشین. البته این هم در نظر بگیرید که لاستیک هم خیلی مهمه. لاستیک های کوموها روی این ماشین هست که جزء برندهای خیلی معروف و مطرح هستش که باعث میشه چسبندگی خوب این ماشین دیگه تکمیل بشه و خیالتون از در رفتن عقب 206 که یکی از ضعفاشه راحت باشه. نکته دیگه هم که در مورد همون سنسور نور و بارون که از داخل نشونتون دادم، از بیرون هم ببینید این هستش که یکیش نور محیط رو تشخیص میده که در صورت تاریک شدن نور چراغ به صورت اتوماتیک روشن میشه. خیلی چیز کاربردیه. مثلا شما وارد تونل بشید یا حالا مثلا جای تاریکی یهو برید خود چراغا روشن میشه، نیازی نیست حواس شما به این مسئله باشه. سنسور بارون هم خیلی کاربردیه به خاطر اینکه با شدت بارش بارون خودش اتوماتیک سرعت برفاکن رو تنظیم میکنه. حالا این آپشنیه که روی ماشین جدید خب ما داریم، ولی خب روی ماشینی با این همه سال قدمت خیلی جالبه که تمام این آپشن ها به صورت فابریک
قابل نصب، یعنی نه سیم کشی میخواد نه چیزی، فقط اش شما میخواید نصب میکنید سوکتاش وصل میشه و تمام اینا از قبل رو ماشین بوده. باز تاکید میکنم این آپشن‌ها تماما روی مدل های 90 به پایین قابل نصبه، چون بعد از اون با توجه به تحریمایی که صورت گرفت ایران خودرو و دیگه پژو خب قطعات در اختیار ایران نذاشت، مجبور شد که با قطعات ایرانی یا چینی اینا رو جایگزین کنه. تمام سیم کشی ماشین عوض شد، ECU عوض شد و هیچ کدوم از این آپشن‌ها قابل فعال شدن نیستش. یکی از مشکلاتی که ماشین‌های مدل بالا دارن همینه قطعا. خب رفقا گفتیم دوری هم باش بزنیم. واقعا ماشین قدرتمندیه، مخصوصا به خاطر اینکه حالا ماشین اتمسفره و حجمش بالاه، تو دور خیلی قدرت و شتاب خوبی داره و افت توان ما نداریم. الان خب ماشین دندسه ولی میبینید که مثلا تخته میکنه با اینکه سربالایی قشنگ داره شما رو توی صندلی فشار میده و صدای خیلی گوش‌نوازی داره کلا موتور آرسی. اینی هم که میبینید توضیحشو بهتون دادم، در واقع عقربه دورشمار موتوره که زمان مناسب تعویض دنده رو با بوق به شما میگه. خیلی جالبه، حتی باید ستاپش کنید با ماشین دیگه. خب بچه ها، من حالا خواهش کردم از دوست عزیزمون فیلم بگیره، چون اصلا یه دستی ماشین دنده‌ای رو نمیشه باشه رانندگی کرد، اونم همچین ماشینی و اصلا درست هم نیست، آدم تسلط نداره. بهتون بگم خیلی توی داستان تیونینگ ماشین مهمه، اونه که قدرت هر چقدر میره بالاتر به نسبت اون باید ترمزهای ماشین قوی شه، سیستم پایداریش قوی تر شه و ایمنیش کلا بالاتر بیاد. الان خب با این قدرتی که این ماشین داره حدود 178 اسب همونطور که گفتم، واقعا نیاز به ترمزهای قوی تری داره که کاملا سیستم ترمز این ماشین عوض شده و نسخه آرسی روش نصب شده. کار کاملا اصولی و درستش هم همین. حالا ما اینجا از دنده یک شروع میکنیم که شتابش رو ببینیم. اونجایی که سیستم ESP کاملا به کمکتون میاد و توی حالا لاین عوض کردن‌های ناگهانی و اینا میبینید که چسبندگی ماشین چقدر بالاه. دیگه چیش ضعفی که داره در رفتن عقب ماشینه، اونم به خاطر همون سیستم تعلیق عقب سادهشه که با توجه به اینکه اکسل این ماشین کامل عوض شده و آرسی شده، پایداریش واقعا حرف نره، یعنی اصلا جای نگرانی نیست. البته که من توصیه میکنم اصلا این کار تو سطح شهر انجام ندید، واقعا جایی نیست برای تست کردن ماشین. من خودم اصلا تایید نمیکنم، این کار رو دوستم ندارم، ولی خب برای اینکه بتونیم توانایی ماشین رو نشون بدیم توی یک کلید نیازه که به هر حال یه جایی باشه که متأسفانه یه جای خاصی وجود نداره، مجبوریم. ولی شما هرگز امتحان نکنید و اگر هم میخواید امتحان کنید از ماشین و شرایط کاملا مطمئن باشید، یه جای سیف این کار رو انجام بدید. حالا تصور کنید این موتور اگه توربو بشه دیگه چه قدرتی داره دیگه. جالبه که تازه از دور 4 به بعد این ماشین گاز میخوره و اون موقع است که قدرت موتور 2 لیتری رو آدم متوجه میشه که حجم موتور چقدر تاثیر داره. یه نکته دیگه هم که از گیربکس این ماشین هم کامل دستچین شده که خودش باعث شده ضریب دنده ها خیلی کوتاه بشه و کمک میکنه به اینکه شتاب بالاتری بتونید بگیرید با ماشین.
فرمون آرسیزدی هم که گفتم واقعا خوش دستم، مثلا قسمت پهنی که داره. اینجا شتابگیری باهاش داشته باشید. راحت میری تو پیچ و بدون هیچ نگرانی. دنده دوش هم که کاملا تیک آف میکنه، واقعا حرف نداره این ماشین.